اندوز در تاجیکستان موافق همون معیارهای معین مقرر شده است. در تاجیکستان اندوز اونقدر بلند نیست. پایه دولت، هر یک دولت از اندوز انکشاف می‌یابد. خیلی خوب می‌شود که همه مؤسسه ها اندوز، مؤسسه ها و شهروندان اندوز را سر وقت سپارند، بودجه دولت بای کرده شود و از حساب من همین اندوز سرمایه دولت بای می شود و شهروندان نفقه خود را سر وقت گرفته می توانند، کارمندان مزد مهنت خود را سر وقت گرفته می توانند. خب با فکر شخصی من البته کمی گرانتر است، چون که نه هر کس این رو پرداخت کرده می تواند. با نظر من توغریه حق باید همون از زمین ها ما درآمد داریم، مثال کشتکار میکنیم، ایوه حاصل میگیریم، اندازهشون توغریه همش با چیز قانونی های حق اوز همه جهت آب بسیار وای میکشیم، تنقیسی میکشیم. همین نلاگا اندازه به نظر شما تا کجا بلندانه میخوایم پس شوند چقدر میرسند؟ خیلی این چقدر منگم همین چیزی که قرار قانون دولت هست، همون قانون قاعده دولت ما رعایت میکنیم، کار میکنیم، دیگه هیچ. همه این اندازه اینا در اساس قرار حکومت میشوند و قرار حکومت کشید پارلمانت تصدیق میکند، رهبر دولت تصدیق میکند، ما با دادن کودکس انداز قانون ما با دادن که نقض گنده یک چیز حساب نمیکنن. مثال ای درآمد زمین باید حساب کنن، ای مثال راسخود زمین همش حساب کرده میگیرن. حاضر همه خلاقی حاضر همش میخره. اما اندوش هم خاک با موافق قانونیشون گیرن، مثال کمتر بلندتره خاک با اینو با ایجاد با مثال خودموی بای هستن میبینن. یعنی که اگر کمتر پستر شد با فایده دهقان با فایده دهقانای خیلی حاضر همه چیز قیمت های دوروش هم میخواین قیمت های اینا تراکتور میدوزه قیمت همش جفت و چیزی لوش همش قیمت های. با نظر شما کدام نمود انداز رو باید از بین برده شود؟ خیر شاید بسیار باشند نمودهایی که از بین برده شود به خاطر رونق و رشد کشور ما، اما بهترین است که همون از بین برند انداز بوج زیاد برای بالای همین ساختمانچی‌ها در ساختمانچی‌ها اندازی زیاد بستگی هستند، علاوه از اون که انداز میگیرند با دولت میسپرند، باز نفرای دیگر میبیان میستونند میروند حق وای خودشون رو که این در زبان عموم رشوت گفته میشود. این از بین رود بهتر است، برای نکو احوالی خلق مساعدت میکند و اندازی کمونالی هم از بین رود خوبتر میشود. یعنی نرود بگذار باشد اما کمتر باشد با اون معیاری که به کیسه ما مردمی بیچاره رس بیاید. برای آبادی شهر اینقدر خانه‌های با شما ساختن خیلی خوب می شود، خیلی خوب می شود که انداز آنها نسبتاً فایز آنها نسبتاً کمتر شود و اون صاحبکاران نیز نرخ همون خانه های استقامتی خودشان رو به اندکی باز چی می کردند ارزانتر می کردند، خیلی خوب می شود.